When a teen girl went missing, investigators couldn't have predicted that the police station would be full of other suspected teenage girls. When Rena Verk was found murdered, stories of a fight that broke out at a party circulated, but they were insistent that she was alive when they left. So what happened under the bridge? مینی سریال Under the Bridge یا همون زیر پل ژانر ترو کرایم داره و تو سال 2024 ساخته شده و توی چند ماه گذشته خیلی سر و صدا کرده. زیر پل رو از رو کتابی به همین اسم ساختن و باعث شد تا به مردم یادآوری بشه که نوجوان‌ها هم میتونن دست به کارهای جبران ناپذیری بزنن و قاتل‌ها همیشه یه آدم میان سال و غریبه نیستن. های گایز، من مسعودم و خوش اومدید به چنل خودتون چت فیلیکس کرایم. تو پرونده امروز میخوایم به کشور کانادا تو سال 1997 بریم و درباره چند تا نوجوان صحبت کنیم، یک مقتول و چند قاتل. اما قبل از اینکه بریم سراغ پرونده، اگه تا الان هنوز چنل ما رو سابسکرایب نکردید حتما اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم بزنید که اگه ویدیوی جدید گذاشتیم شما ازش مطلع بشید. لایک و کامنت هم فراموش نشه که لایک و کامنت شما باعث بیشتر دیده شدن ویدیوهای ما میشه. بدون هیچ معطلی بریم واسه پرونده. رینا ویرک تو تاریخ 10 مارچ سال 1983 متولد شد و اولین بچه پدر و مادرش یعنی مانجیت و سومان ویرک بود. مانجیت برای موقعیت‌های شغلی بهتر از کشور هند به کانادا مهاجرت کرده بود و سومان هم فرزند یک خانواده هندی کانادایی بود. برخلاف اکثر هندی‌ها که به آیین سیک باور دارن، خانواده ویرک عضوی از سازمان آیینی شاهدان یهوه بودند که زیر مجموعه دین مسیحیت محسوب میشه. مانجیت قبل از مهاجرت به کانادا به آیین سیک معتقد بود، اما به خاطر عشق و علاقه‌ای که به سومان داشت دینش رو تغییر داد تا بتونه باهاش ازدواج کنه و تشکیل خانواده بده. رینا کودکی خوبی داشت. مانجیت و سومان دخترشون رو دوست داشتن و میگفتن رینا همیشه میخنده، خوشحاله و راحت میتونه احساساتش رو بروز بده. حقیقت ماجرا این بود که رینا فقط پیش خانواده‌اش شخصیت برونگرایی داشت و وقتی پیش دوستاش بود به شدت خجالت میکشید و هیچ وقت نمیتونست خودش رو جزئی از گروه‌های دوستی همسن و سالاش ببینه. رینا از وقت گذروندن با بچه‌های کوچیک و نگهداری ازشون لذت میبرد. بعضی وقتا از بچه‌های نزدیکانش نگهداری میکرد و در کل مراقبت از بقیه رو دوست داشت. خانواده‌اش فکر میکردن با این روحیه‌ای که رینا داره ممکنه تو آینده به شغل پرستاری علاقه‌مند بشه. تو سال 1996 رینا 13 سال سن داشت و تو شهر ویکتوریای ایالت بریتیش کلمبیا تو مقطع راهنمایی درس میخوند. عاشق فیلم‌های بالیوود و موسیقی هیپ هاپ آمریکایی بود و آهنگای نوتوریوس بی آی جی یا بیگی اسمالز رو هم خیلی دوست داشت که تو این مورد با من هم سلیقه بود. تو اون سالها یعنی تو دوران 13-14 سالگی رینا نسبت به همسن و سالاش قد بلند و هیکل بزرگتری داشت. رنگ پوستش و موهاش هم تیره بود و یه کمی اضافه وزن داشت که بابت تمام این موارد تو مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گرفت، خصوصا واسه اضافه وزنش. با در نظر گرفتن این قضايا برای رینای 13 ساله همیشه سخت بود تا خودش رو تو حد بقیه همکلاسیاش ببینه و اعتماد به نفس کمی داشت. از اون طرف ماجرا پدر و مادرش تا حدی سختگیر بودن. مثل بیشتر خانواده‌های آسیایی، اون آزادی که خانواده‌های آمریکایی و اروپایی به بچه‌هاشون میدادن رو در اختیار رینا نمیذاشتن و رینا از این موضوع ناراضی بود. مثلا نمیذاشتن رینا هر جوری که دلش میخواد لباس بپوشه، با هر کسی تو هر زمانی بیرون بره و مواردی از این قبیل. مشکلات رینا با خانواده‌اش مثل هر نوجوان دیگه‌ای بود، اما به مرور زمان به حدی رسید که نه این دختر کوتاه میومد نه پدر و مادرش. مثلا بعضی وقتا رینا با دعوا و عصبانیت از خونه میزد بیرون و تا چندین ساعت بر نمیگشت و خبری ازش نبود. تو همین زمان یه سری دوستای جدید پیدا کرد که این آدما چندان زندگی مناسبی نداشتن. دوستی و وقت گذروندن با دوستای جدید باعث شد تا رینا سیگار کشیدن رو شروع کنه و بعد سراغ ماریجوانا بره. همچنین رینا به اعتقادات مذهبی پدر و مادرش باور نداشت و این قضیه مانجیت و سومان رو خیلی ناراحت کرده بود. خلاصه که نمیدونستن چطور باید رینا رو کنترل کنن و با واکنش نامناسب خانواده رفتار رینا هم روز به روز بدتر میشد. اون دوستای جدیدی که رینا پیدا کرده بود قبل از اینکه رینا باشون آشنا
آشنا بشه خودشون یک گروه بودن و 6 نفر بودن و اسمشون نیکول کوک، نیکول پاترسون، کورتنی کیس، گیل اومز، کلی الارد و میسی گریس پلایک بود. از بین این 6 نفر میسی از مدت‌ها قبل با رینا دوست بود و رینا از طریق میسی با بقیه دختر آشنا شده بود و با این دختر رابطه نزدیکی داشت. غیر از میسی بقیه دخترها اهمیت چندانی به رینا نمیدادن و معمولاً مسخرش میکردن، ولی خب رینا خیلی دلش میخواست باهاشون دوست بشه و به هر نحوی سعی داشت عضو گروهشون بشه. مورد قابل توجهی که باید بدونین اینه که تعدادی از این دخترها که رینا اینقدر دلش میخواست باهاشون دوست بشه تو خونه‌های دست جمعی، سازمان‌های حمایتی و یتیم خونه زندگی میکردن، چون پدر و مادراشون از پس بزرگ کردنشون بر نمی اومدن یا اینکه صرفا نمیخواستنشون. این دخترها آزادی خیلی بیشتری نسبت به رینا داشتن. رینا چند بار به خونه دست جمعی دوستاش رفت و موقع صحبتاشون گفت چقدر خانواده سختگیری داره و کاش میشد شبیه دوستاش زندگی کنه و آزاد باشه. چیزی که میخوام الان بهش فکر کنین اینه که نباید افکار الان بزرگسالانه خودتون رو با رینا مقایسه کنید. ممکنه موقع شنیدن این پرونده رینا رو سرزنش کنید و پیش خودتون بگید که چطور ممکنه به حال کسایی که خونه ندارن افسوس بخوره، اما یادتون نره که داریم درباره یه بچه 13 ساله حرف میزنیم. بچه‌ای که تازه پا به سن نوجوانی گذاشته و توی جامعه آزاد خانواده یکم سختگیری داره. قطعا تصمیماتی میگیره که ممکنه منطقی به نظر نیاد. وقتی رینا وضعیت خانواده‌اش رو به دوستای جدیدش گفت، خودش و دوستاش یکم فکر کردن و یه راه حل پیدا کردن تا کاری کنن که رینا هم بتونه بیاد باشون تو خونه اشتراکی زندگی کنه. تو پاییز سال 1996 رینا تقریباً 14 سال سن داشت و تنهایی به مرکز پلیس رسیدگی به جنایات علیه کودکان رفت. به طور کاملا دروغ و اشتباه یک گزارش ثبت کرد و به پلیس گفت که پدرش به طور روانی، فیزیکی و جنسی بهش آسیب رسونده. بعد از این گزارش پلیس مانجیت رو دستگیر کرد و به اداره پلیس برد و بدون اینکه تحقیقات خاصی صورت بگیره رینا رو به خونه‌های اشتراکی منتقل کردن و مانجیت هم زندانی شد. بعد از چند ماه رینا متوجه شد که زندگی تو خونه‌های اشتراکی با تصوری که داشت خیلی فرق می‌کرد. ظاهراً از زندگی مشترک با بقیه، نداشتن 3 وعده غذای خونگی گرم و فضای شخصی و تمیز خوشش نیامده بود. رینا تمام اظهاراتش رو پس گرفت و مدعی شد دروغ گفته و به خونه برگشت. پدرش از زندان آزاد شد و به ظاهر همه چیز مثل قبل شد، اما در حقیقت خانواده ویلک هیچ وقت نتونستن با ماجرایی که باش دست و پنجه نرم می‌کردن کنار بیان. دخترای گروه دوستیشون به رینا حسودی می‌کردن، مخصوصا به اینکه رینا انقدر راحت تونست به خونه و پیش خانواده‌اش برگرده. یه سری شایعه پخش کردن که رینا با دوست پسراشون رابطه جنسی داشته. دخترها از اول با رینا چندان خوب نبودن، اما بعد از این شایعه‌ها رفتارشون بدتر هم شد. به هر دلیلی رینا رو مسخره میکردن و قلدرترینشون هم نیکول کوک بود. نیکول دختر بدنامی تو مدرسه بود و رفتار به شدت گستاخانه‌ای هم داشت. تو خونه اشتراکی زندگی میکرد و با همه سرد بود، بیادبی میکرد و به کسی احترام نمیذاشت. نیکول همیشه میگفت که دلش میخواد تو مافیا عضو بشه و با بچه گنگسترای منطقه هم بعضی وقتا بیرون میرفت. این دختر 14 ساله آرزو داشت که وقتی بزرگ شد اولین زنی بشه که هم رئیس مافیاس و هم یک قاتل. وقتی قلدریای نیکول کوک واسه رینا بدتر از هر وقت دیگه ای شد، رینا دیگه جدی عصبانی شد و تصمیم گرفت انتقام بگیره. رینا دفترچه شخصی نیکول رو یواشکی برداشت و به تمام شماره‌ای که تو دفترچه نوشته بود پیام داد و پشت سر این دختر حرف زد. مثلا بهشون گفت نیکول ایدز داره، ابروهاش رو با مداد میکشه و واقعی نیست و سینه‌اش رو عمل کرده و از این قبیل حرفا. نیکول فهمید رینا چی کار کرده و این بار قرار نبود صرفاً با قلدری همه چیز تموم بشه. تو 14 نوامبر سال 1997 یکی از پسرایی که دخترها باش دوست بودن، یعنی وارن گلوواتسکی، رینا رو به یه مهمونی دعوت کرد. حدود 50-60 تا نوجوان تو مهمونی حضور داشتن و هم الکل می‌خوردن و هم ماریجوانا مصرف می‌کردن. بعد از یه مدتی سر و کله پلیس پیدا شد و مهمونی رو تعطیل کرد و یه گروه کوچیک از نوجوانا وسایلشون رو جمع کردن و با هم زیر پل کریک فلاور رفتن.
رینا، وارن و 6 تا دختر گروه و چند نفر دیگه هم به سمت این پل رفتن و رینا ساعت 10:40 شب به پدر و مادرش زنگ زد و گفت که داره به خونه برمیگرده. والدینش میدونستن رینا کجاست و منتظر بودن که حداکثر تا نیم ساعت آینده دخترشون برگرده، اما متاسفانه رینا هرگز به خونه برنگشت. زیر پل نوجوانا مشروب خوردن، ماریجوانا کشیدن و همه چیز آروم به نظر میرسید، اما فقط تو یک لحظه آرامش زیر پل از بین رفت. نیکول کوک یه سیگار روشن کرد و روی پیشونی و بین ابروهای رینا فشار داد. هم قصد اذیت کردنشو داشت، هم میخواست هندی بودن رینا رو مورد تمسخر قرار بده و هم یه زخم دائمی روی صورت این دختر به جا بذاره. این حرکت نیکول باعث شروع دعوا شد و بعدش دخترها شروع به کتک زدن رینا کردن. انقدر کتکش زدن تا رینا روی زمین افتاد و از شدت درد و آسیب نمیتونست تکون بخوره. در نهایت یکی از اعضای گروه با جیغ و داد تونست بقیه رو متوقف کنه تا دست از کتک زدن رینا بردارن. چند دقیقه گذشت و رینا به هوش اومد و با سر و کله خونی به سمت دیگه ای از پل رفت. دقت کنید که همشون زیر یه پل خیلی بزرگ بودن و کنارشون یه رودخونه بود. رینا از بقیه دور شد و یه گوشه وایستاد و وقتی تنها شد وارن و کلی الارد دنبالش اومدن و دوباره کتکش زدن و اونقدر مورد ضرب و شتم قرارش دادن تا اینکه رینا باز هوشیاریشو از دست داد. این دو نفر بدن بیهوش رینا رو به سمت رودخونه کشیدن، سرش رو زیر آب نگه داشتن و خفش کردن و رینا ورک 14 ساله به خاطر خفگی زیر آب جونش رو از دست داد و به قتل رسید. وارن و الارد موقع قتل فقط 15 و 16 سال سن داشتن و جالبه بدونین که برخلاف اکثر اعضای گروه الارد خانوادگی خوب و پولداری داشت. بچه‌ای بود که هیچ وقت با مشکلات مالی دست و پنجه نرم نکرده بود و خانواده سختگیری هم نداشت و از دید مردم عام یه دختر نوجوان کاملا عادی بود. وقتی اون شب رینا به خونه برنگشت و روزها پشت هم گذشتن، پلیس طبیعتا برای این دختر پرونده گم شده تشکیل داد. 8 روز بعد تو 22 نوامبر سال 1997 جسد رینا توی دریاچه که رودخونه زیر پل بهش میرسید توسط چند نفر پیدا شد و بلافاصله به پلیس اطلاع دادن. جسد رو برای کالبدچکافی به پزشکی قانونی فرستادن و کالبدچکاف تشخیص داد که ضربات شدیدی به بدن قربانی وارد شده. ضرباتی که انقدر شدید بودن که پایین تنه این دختر دچار خونریزی داخلی شده بود. اندامهای داخلی بدنش آسیب دیده بودن، کل صورتش زخم بود، پشت سرش جراحات سنگینی دیده میشد و انگار یه نفر با پا به جمجمش ضربه زده بود، چون جای این ضربه حتی روی مغزش هم دیده میشد. نتیجه کالبدچکافی نشون داد که داخل ریه های قربانی سنگریزه وجود داره، یعنی علت اصلی مرگ خفگی بود که البته پزشکی قانونی تو گزارش گفت که حتی اگه رینا تو آب خفه نمیشد انقدر جراحاتش سنگین بودن که باعث مرگش میشد. به یه نکته مهم باید توجه کنید. وقتی علت مرگ خفگی بوده یعنی از دید دستگاه قضایی قاتل افرادی هستن که رینا رو تو آب خفه کردن. هر کسی که تو کتککاری نقش داشته اما تو خفگی کاری نکرده نمیتونه به قتل محکوم بشه، چون در حقیقت قتل انجام نداده. از طرف دیگه ثابت کردن اینکه آیا کتککاری به قصد قتل بوده یا اینکه صرفا داشتن دعوا میگرفتن خیلی سخته. حکم دادگاه با توجه به اینکه قصد دعوا چی بوده میتونه از زمین تا آسمون تغییر کنه. بعد از تشخیص هویت قربانی پلیس یه پرونده قتل تشکیل داد و تحقیقات رو شروع کرد. اولین سوالی که براشون ایجاد شده بود این بود که چه کسی میتونه چنین بلای وحشتناکی سر یه بچه 14 ساله بیاره. این سوال زمان زیادی بی جواب نموند، چون حرفای مربوط به قتل رینا دهن به دهن تو نوجوانا میچرخید و اسم چند نفر تو تمام شایعه ها شنیده میشد. در نهایت 2 خواهر روس که تو خونه اشتراکی همراه دوستای رینا زندگی میکردن حرفای دخترها رو شنیدن و با پلیس تماس گرفتن. تا آخر نوامبر پلیس 8 مظنون رو دستگیر کرد. 8 تا مظنون نوجوان. نه مردم نه حتی پلیس نمیتونستن باور کنن که چند تا بچه دست به چنین جنایت هولناکی زدن. بعد از دستگیری وارن گلواتسکی این پسر 16 ساله اعتراف کرد که اون شب همراه
الارد رینا رو زیر پل دنبال کرده و با پا بهش ضربه زده، ولی موقع قتل عقب کشیده و در حالی که شوکه شده بوده به الارد نگاه کرد که چطور رینا رو زیر آب خفه میکنه. تو ماه جون سال 1999 وارن به دادگاه رفت و قاضی حکم قتل درجه دوم رو بهش داد و به حبس ابد محکوم شد. موقع اعلام حکم هیچ حرفی از آزادی مشروط نزدم. خیلی کم پیش میاد واسه قتل درجه دوم حکم حبس ابد بدون آزادی مشروط صادر بشه. وارن تو زندان رفتار خیلی خوبی داشت. تو برنامه‌های آموزشی شرکت میکرد و حتی یک بار هم دعوا نگرفته بود. از اونجایی که سنش کم بود به نظر میرسید واقعا پشیمون باشه. بعد از چند سال بالاخره واجد شرایط آزادی مشروط شد و بهش اجازه دادن که درخواست بده و تو نوامبر سال 2004 اولین درخواستش رو ثبت کرد ولی رد شد. تو طی این سالها یک بار هم با خانواده ویرک دیدار داشت و ازشون معذرت خواهی کرد. پدر و مادر رینا هم با آزادی مشروط وارن مخالفت نکردن و بخشیدنش. در نهایت وارن گلواتسکی تو جولای سال 2006 بعد از 9 سال حبس به صورت مشروط از زندان آزاد شد. البته اولش آزادیش موقت بود. تو جون 2007 آزادیش روزانه شد و شبا باید به زندان برمیگشت و چند سال بعد تو جون سال 2010 کاملا به طور مشروط به جامعه برگشت. کلی الارد برخلاف وارن هیچ پشیمونی یا شرمندگی از خودش نشون نداد. 3 بار برای قتل رینا دادگاه رفت و تو 2 تاشون گناهکار شناخته شد. اولین دادگاهش تو مارچ سال 2000 بود، دومی تو سال 2003 و سومی تو سال 2005. خانواده‌اش براش وکلای خوبی گرفتن و این وکلا از هر راهی برای سبک کردن حکم موکلشون استفاده کردن. با تمام اینا الارد در نهایت به قتل درجه دوم محکوم شد و حبس ابد گرفت. البته بعد از یه مدت این حکم رو هم تونستن زیر سوال ببرن و تو سال 2009 یک بار دیگه براش دادگاه تشکیل دادن. تو سال 2018 به الارد آزادی مشروط روزانه تعلق گرفت چون تو زندان فرزند اولش رو به دنیا آورد. این بچه حاصل یه ملاقات کوتاه با دوست پسرش تو زندان بود. آزادی روزانش زیاد طول نکشید و در نهایت به خاطر عدم گزارش وضعیتش و مصرف مواد مخدر دوباره به زندان برگشت. تو سال 2020 کلی و دوست پسرش دومین بچه‌شون هم به دنیا آوردن. کلی تا 2 سال پیش یعنی سال 2022 ادعای بیگناهی میکرد و زیر بار قاتل بودن نمیرفت، اما تو سال 2022 بالاخره اعتراف کرد. همون سال فامیلیش رو از الارد به سیم تغییر داد. کلی سیم تو می سال 2022 واجد شرایط آزادی مشروط شد، اما از حق خودش برای ثبت درخواست چشم پوشی کرد چون به نظرش برای بازگشت کامل به جامعه آماده نبود. جالبه بدونید حتی اگه قاتل درخواستش رو ثبت نکنه، هیئت آزادی مشروط همچنان موظفه که پروندهش رو بررسی کنه و ببینه آیا این شخص شایسته آزادی هست یا نه، که تو این پرونده هیئت آزادی مشروط تشخیص دادن که کلی سیم نباید آزاد بشه. بقیه افرادی که تو آزار و اذیت نقش داشتن از جمله نیکول کوک، میسی پلایک، گیل اومز، کورتنی و نیکول پاترسون هر کدومشون تو دادگاه به آزار و اذیت فیزیکی محکوم شدن و حد اکثر حکم هر کدومشون 1 سال زندان بود. در حال حاضر مانجیت پیش یکی از بچهای کوچیکش زندگی میکنه و حالش هم خوبه. مانجیت ویرک تو سال 2008 یک کتاب به اسم رینا A Father's Story نوشت و توی این کتاب به شدت از مقامات استان بریتیش کلمبیا انتقاد کرد، مخصوصا از وزارت پرورش خانواده و دستگاه قضایی، اما هیچ کدومشون از خانواده ویرک هیچ وقت معذرت خواهی نکردن. تو سال 2005 ربکا گاتفری یک کتاب در مورد پرونده قتل رینا نوشت و اسمش رو زیر پل یا همون Under the Bridge گذاشت. همین امسال از کتاب زیر پل یه مینی سریال 8 قسمتی با همین اسم ساختن که مینی سریال کاملا مثل کتاب پیش رفته و از اونجایی که کتاب 100% مثل واقعیت نبوده، یعنی جزئیات مینی سریال هم بر اساس ماجرای اصلی پرونده نیست. این مینی سریال خیلی معروف شده و اکثرا ازش تعریف میکنن. من خودم به شخص هنوز فرصت نکردم ببینمش. در آخر اینم اضافه کنم که توی مصاحبه با نیکول کوک ازش پرسیدن که اگه صورت رینا رو با سیگار نمیسوزوندی و دعوا رو شروع نمیکردی باز هم کار به قتل میکشید. نیکول در جواب گفت نمیدونم، شاید نه، شاید.
خب گایز، امیدوارم مثل همیشه از دیدن این برنامه هم لذت برده باشید. حتما نظرتون رو راجع به این پرونده هم تو کامنت ها بهمون بگید. به نظرتون حکمی که این افراد برای این جنایت گرفتن کافی بود؟ آیا عدالت در حق رینای 14 ساله اجرا شد؟ به نظر خودم به افرادی که توی ضرب و شتم دست داشتن حکم کمی دادن. شما چی فکر میکنید؟ حتما نظرتون رو تو کامنت ها بهمون بگید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. اون زنگوله رو هم بزنید که اگه ویدیو جدید گذاشتیم شما ازش مطلع بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.